امی تجلیل از میلاد نبی را پیغمبر گفته که بکنین؟ نه نگفته. صحابه کرام کردن؟ ابوبکر صدیق تجلیل میکرد؟ نه نمیکرد. تابعین میکردن؟ نه نمیکردن. تابع تابعین؟ نه نمیکردن. در قرن هفتم در قرن هفتم است یا پنجم است در دولت فاطمی ها، وقتی که اهل سنت اهل تشیع دیدن که عاشورا را تجلیل میکنه، یا گفت ما چرا آرام بشینیم، بزید از وای چی را جور کردن؟ تجلیل از میلاد جور کردن که ما باز تولد پیغمبر صلی الله علیه و تجلیل میکنیم، همون کارهایی که وا میکنن ما بزیدشان میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. برادران محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران محترم، دیروز ما یک روایتی از حضرت عمر رضی الله تعالی عنه را میخواندم و یک روایت دیگه از حضرت علی رضی الله تعالی عنه را میخواندم که بسیار جالب بودن. عمر رضی الله تعالی عنه میگه در مارکت ها میگشت، از تجارا پرسان میکرد، کسایی که دکانداری یا تجارت میکردن میگشت و از اونا احکام تجارت پرسان میکرد و بازی میگفت که لا یتجر فی سوقنا الا من تفقه و الا اکل الربا. میگفت در مارکت ما کسی تا وقتی که احکام خرید و فروش نفهمه باید این تجارت و دکانداری نکنه. در غیر از او این انسان به شکل از اشکال در سود داخل میشه و خودش نمیفهمه. و علی رضی الله تعالی عنه عین گپ میگفت که من اتجر قبل ان یتفقه، کسی که پیش از اینکه فقیه شوه یا احکام اما معاملات اسلامی را، احکام اقتصادی اسلام را بفهمه، این وقتی که تجارت میکنه میگه در ربا داخل میشه. ثم ارتطم، یعنی یک مرتبه نه که به صدها مرتبه در حرام واقع میشه و خودش شاید این موضوع را نفهمه. این در مسئله یعنی معاملات است و در مسئله تجارت است. یعنی حال شما تصور بکنین که در مسائل اعتقادی اگر کسی بسیاری از احکام عقیده را نفهمه، به شکل از اشکال در بدعت و در شرک داخل میشه. و ما همی بحث دعا را که تقریبا 3-4 هفته سرازی مکس کردیم و امروز در اقسام دعا که به اعتبار الفاظ از این بخش رسیدیم که الفاظ دعا چه قسم است. وقتی که مداری میخوانم واقعا انسانی که اینمی مسائل دمی درس ها یا این موضوع را نخوانده باشه به شکل از اشکال در در شرک و یا در بدعت داخل میشه. از این خاطر این موضوع بسیار مهم است، خصوصا موضوع درسای عقیده. من همیشه دوستایی که همراه من مشوره میکنه من برشان میگم برادر عزیز، پیش از فقه، پیش از احکام معاملات، پیش از دیگه چیزا اول عقیده را بخوان. و ما الحمدلله در اینجا ما و شما تقریبا نمیفهم 32 یا 33 درس از عقیده شده و این 32 و 33 درس عقیده را ما و شما باید نه تنها خود ما بشنویم، در خانه خود، برای اولادای خود، برای فامیل خودی را بشنوانیم. در غیر از او در روز قیامت نشه خدای ناخواسته که با ندانستن احکام اعتقادی خدای ناخواسته انسان در صف مشرکین داخل شد. و عقیده بسیار نازک چیز است و زود از بین میره و زود انسان در شرک داخل میشه. حتی رسول اکرم صلی الله علیه و آله گفت که شرک است مثل دبیب نمل. دبیب نمل چی میگه؟ مرچک‌های بسیار خرد است. شما در یک جای شیشتین زیر یک درخت، من یه حدیث یگان دفعه سر آدم که تطبیق عملی نشه نمیفهمم. یک جای رفتم مانده که شام قرار یک جای میشینم، دیگه اونجا چوکی موکی به جای نیافتم که بشینم، یک درخت بود. در پالوی درخت قرار رفتم، این قدیفه من انداختم قرارم اونجا شیشتم، درخت تکیه کردم. یک وقت سهل میکردم که این کالایم اینجا کلش از این مرچک‌های سرخ خورد یک تکه پر شده. دیگه همون حدیث شریف یادم آمد که رسول اکرم صلی الله علیه و آله گفت که همین شرک است مثل نمی خورترک‌های مرچه وارست. یک وقت می‌بینی که در کل جان بالا شده تو هیچ خبر نیستی. به این خاطر راه حلش چی است؟ شما خو میفهمین که همیشه منظوری است که اگر رسول اکرم صلی الله علیه و آله حدیث رو ترجمه بکنیم که همین شرک مثل ویروس وارست در وجود انسان داخل میشه، پس
برای این ویروس باید یک آنتی ویروس داشته باشیم. همیشه باید در سایه عقیده در مغز ما انستال باشه که مجرده که شرک میخواه ویروسش داخل شوه، این آنتی ویروس از داخل ایره محو بکنه. در غیر از اون انسان در شرک مبتلا میشه، خدای ناخواسته. با وجود که اگه انسان بسیار با تقوا هست، من بسیار والا دلم به بسیاری کسا میسوزه و تو کسایی رو میبینم که بسیار با تقوا است، تهجد میخوانه، نماز میخوانه، تسبیحات میخوانه و میخواد کل زندگیش مطابق اسلام باشه. اقا خوب آدم است که از نگاه ظاهری که سیل کنی میگی سبحان الله این انسان است که تو انسان رشک میبره به مو چیز ازی، به مو تقوای ازی. لکن متاسفانه ببینی به شکل از اشکال چون علم نداره، چون تخصص نداره، خودش هم در شرک مبتلا هست و حتی امی انسان با تقوا در بعضی حالات سبب میشه که دیگر در شرک مبتلا بکنه. خوب آدم است، خوب تقوا داره، خوب اخلاص داره، لکن مشکل بیچاره چی است؟ علمیت نداره. از این خاطر هم قصه عمرو بن لحیه که ما در سیرت میخوانیم بسیار درس بزرگ برای من، خودم قبل از اون نمیفهمیدم، برای من بسیار درس شده این قصه عمرو بن لحی. عمرو بن لحی بسیار خوب آدم بود، بسیار با تقوا بود، بسیار مثلا از مال خود تیر میشد به خاطر دینداری، مصرف میکرد در کعبه، در کل چیز. لکن مشکل عمرو بن لحی چی بود؟ که بیچاره علمیت نداشت، عقاید درست نمیفهمید. از این خاطر اینمی آدم خوب امی عمرو بن لحی سبب از این شد کل مردم مشرک بسازد. رفت در شام، اونجا دید که بت پرستی است، از اون یک بت گرفت آورد در اینجا. اینمی چیز که انسان متاثر میشه وقتی که علمیت نداشت. آدم متاثر میشه به گپا و فلسفه ها، به اندیشه ها، به دلایل عقلی که مردم میگه. وقتی که نص صریح انسان یاد نداشت میگه والا گپ ازی صحیح است، او گفت والا این بتا خوب است، حالا ما پیش خداوند میریم قیاس میکنن. اکثر مردمایی که استغاثه به غیر الله میکنن یا میرن مثلا در قبرها و در زیارتها بر ازیا بسیار محبت دارن، یا اکثرش نمیفهمن. وقتی که نمیفهمه او پیش خودت فکر میکنه که والله ما پیش پادشاه میرم، باید پیش پادشاه که میری پیش یکی از دوستایش اول بری که تا به اون نزدیک کنه. والله خیلی پیش خداوندم سعی قیاس میکنه. خالق متعال به مخلوق با یک پادشاه. وقتی که قیاس کرد تشبیه آمد، یک تشبیه کرد یکی در شرک داخل شد. بازی کاری که بکنه باز این هم کار از غلط، در حالی که درست است. ما شما پیش یک پادشاه وقتی که میریم یا پیش یک رئیس میریم، ما بر از او واسطه میبریم. اگر اون ظالم نباشه چرا برش واسطه بریم؟ ظالم است، کار ما رو نمیکنه. اگر یک رئیس بفهمی که همین ظالم نیست، مهربان است، هیچ وقت پیشش واسطه نمیبری. اما وقتی که میفهمی که ظالم است برش واسطه میبری. پس به خالق متعال چرا واسطه میبری؟ حتما در عقیدتی است که الله، و میگن که الله دعای مرا قبول نمیکنه، این دوست خدا را میبرم که باز این سرش العیاذ بالله همین دعای مرا سرش قبول بکنه. پس چی شد؟ یک نوع بی‌ادبی و بد اخلاقی و انکار از صفت رحمان الرحیم شد. به این خاطر بسیار مهم از دوستای عزیز مسائل فهمیدن عقیده. این دعا به اعتبار الفاظ ایره علما 3 قسم تقسیم کرده، یعنی 3 بخش در قرآن عظیم شان و در سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. دعا 3 قسم است. این در قرآن عظیم شان یک سلسله از دعاهای توحیدی هست، دعاهای پیغمبرا، دعاهای کسایی که پیروای واقعی پیغمبرا بودن. این در قرآن عظیم شان برای ما نقل کردن. پس یک سلسله دعاها هست توحیدی هستن. قسم دوم دعاهای بدعتی هستن. دعاهای بدعتی هستن که ما و شما در خلال کتاب ها پیدا میکنیم که پیغمبر صلی الله علیه و آله نکرده، صحابه کرام نکردن، قرون که رسول اکرم صلی الله علیه و آله به خوبی از اونها شهادت داده در اون وقت نبوده. پسان باز در عصر ما و متأخرین باز پیدا شده، مردم این دعاها را جور کردن و داخل کردن. و قسم سومش دعاهای شرکی هست که قرآن عظیم الشان و احادیث رسول الله صلی الله علیه و آله برای ما بیان می‌داره که اینی دعا هست که این مشرکین میکردن و الفاظ از اونها الفاظ شرکی هست. اینال قسم اول دعاهای توحیدی کدام دعا هست؟ دعاهایی هست که در این الفاظ توحیدی باشه. همیشه در این دعا چی است؟ ارتباط مستقیم با خالق متعال است. وقتی که بنده موحد مشکل پیدا کرد فوراً رجوع میکنه به پروردگار متعال. شما بسیار آیات قرآن از تمامی پیغمبران را میبینید که اونا اینمی قسم دعا میکردن.
از این خاطر همیشه امی دعاهای توحیدی که است، همیشه شما ببینید که در دعاهایی که در او یکتا پرستی هست کلمه ربنا در اولش است. همیشه پیغمبرها با رب و ربنا دعا میکردن. شما هر جای قرآن می ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا. ربی یعنی اینجا اگه ما براتون بگیم بسیار زیاد است. یکی از علما ما صوبکی کتاب دیدم که همین دعاهایی که در قرآن عظیم الشان است کل از یک لیست جور کرده، مجموعه از دعاها هست که شما رو ببینید و اکثریتش دیگه چی است؟ اللهم، در اولش یا اللهم هست یا رب است یا رب است یا الله میگیم. یعنی به این شکل است که کل این دعاهای موحدینه که شما چرا مثلا در قرآن عظیم الشان الله سبحانه و تعالی اولین سوره رو که روان کرده برای ما و شما در اولین سوره خود خداوند برای ما چی رو یاد داده؟ اسلوب دعا کردن یاد داده که اول حمد باید بگی الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. سکون رب، رحمان، رحیم، مالک. این کل زیاره وقتی که میگه و باز قوت الله رب العالمین است، پس کل مخلوقات از او هست. مالک یوم الدین است، یعنی در او روز هیچ کس مالکیت نداره، دنیا و آخرت کلش به او تعلق میگیره. باز از این انسان امو تعهد خدا به خالق متعال بیان میکنه که ایاک نعبد و ایاک نستعین. بعد از او دعا میکنه میگه اهدنا الصراط المستقیم. اولین سوره قرآن درس است، تعلیم است برای دعای موحدین که یک موحد چه قسم باید دعا بکنه. اول باید ثنا و صفات الله را بگوید و با اسما و صفات الله به الله پناه ببره. در اینجا هیچ تو نگفته شده که مثلا حتی احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شما بخوانید هیچ وقت یک پیغمبر از پیغمبران نبوده. یعنی مثلا وقتی که یعقوب علیه السلام دعا میکنه از او که در پیش از او بسیار خوب پیغمبرای دیگه مثل ابراهیم علیه السلام و اسحاق علیه السلام تیر شده، هیچ وقت نگفته که خدایا بروی اسحاق علیه السلام، خدایا بروی ابراهیم علیه السلام. و خود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم امی بعض علما کسی علما خدمت میکنن، خدمتگار دین هستن، دعاهای رسول الله صلی الله علیه و سلم کلش جدول بندی کرده. در یک دعای خود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نگفته که پروردگارا بروی ابراهیم علیه السلام، بروی اسماعیل علیه السلام. پس ما تو از کجا کردیم؟ آیا ما تو علمیت ما یا کسی که میکنه میکنه این علمیتش از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که زیادتر و بیشتر است؟ به این خاطر دعاهای توحیدی دعاهایی است که در آیات قرآن و در احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمده و همیشه ببینی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در دعایش همیشه تعلقش لذت از دعای موحدین چی هست، از پیغمبرها چی هست، از یکتا پرستا چی هست که قلب انسان متعلق به خالق میسازه. و کل خلاصه عقیده اسلامی نمی است که یک مسلمان قلبش ارتباط به خالق متعال داشته باشه و این دعاهای دیگه که مردم میسازه این قلب از خالق قطع کرده ارتباطش به یک کس میکنن، یا به یک پیغمبر سجده میکنن یا به یک ملائکه و یا برای یک بت یا برای یک حیوان. یعنی خلاصه شی که قلب از ارتباط میته به یک مخلوق. اما دعاهای موحدین چی میکنه؟ قلب انسان تعلق میته به خالق متعال سبحانه و تعالی. و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در الفاظشان بسیار ادب است، بسیار ادب است. مثلا شما یکی از دعاهای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ببینید چی میگن؟ اسالک بكل اسم هو لک. میگه پروردگارا مترا سوال میکنم با تمامی نامهایی که تو داری، ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. در قرآن امر میشه که الله نامهای زیاد داره. این نامها رو برای چی در قرآن ذکر کرده؟ گفته که فدعوه بها، دعا بکنین به این نامها. باز رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چی میگه؟ او باز همین ادب مراعات میکنه، میگه که اسالک بكل اسم هو لک. پروردگارا من تو را به تمامی نامهایی که برای تو هست دعا میکنم. سمیت به نفسک، که خودت پروردگارا خود به اون نام مسما کردی. یعنی که اینجا هم ادب است که ما به نام دیگه که از دل خود بسازیم نه هست، همون نامی که پروردگارا خودت برای خود ورشی کردی اختیار کردی. او سمیت او علمته احد من خلقک، یعنی نامهای الله را تقسیم بندی میکنه که بعضی از نامهای الله هست که اون نامهای الله هست که اینه به یکی از بنده هاش یاد داده، مثلا برای پیغمبرها یاد داده در قرآن عظیم الشان چی است؟ او انزلته فی کتابک، یا نامهای بعضی نامهای الله هست که او را بعضی از ملائکه یا بعضی از پیغمبرها یا بعضی از شخصیت‌های قبل از ما و شما اون نامها را یاد داده.
اما او رو ما نمیفهمیم. وقتی که ما نمیفهمیم خیر رسول اکرم صلی الله علیه و چی میگه؟ میگه پروردگار ما به تمام نامهایی که تو داری به او کلش به تو استدعا میکنم، طلب دعا میکنم. نامهایی که چی کردی؟ سمیت بهی نفسک، که نامت به او مسما کردی. یعنی الله نامهایی است که او رو به هیچ کس یاد نداده، نام خدا مسما کرده، پیش خود حفظ کرده. نامهایی است که به یکی از بنده های خود او رو یاد داده و نامهایی است که او در کتاب خود نازل کرده، در قرآن و به سنت رسول الله صلی الله علیه و آله. از این میخواد رسول الله صلی الله علیه و آله چی میگه؟ اللهم انی اسالک بكل اسم هو لك سميت به نفسك او علمته احدا من خلقك او انزلته في كتابك، یا در کتابت نازل کردی، او استأثرت به في علم الغیب عندك، یا در علم غیب پیش خود او را نگاه کردی، ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی. پس رسول اکرم صلی الله علیه و آله با کل نامهای الله چی میکنه؟ کل نامها را وسیله قرار میده، توسل به نامهای الله. آل وقتی که ما و شما بسیاری وقتا از توسل گپ زده میشه در افغانستان، از وسیله گپ زده میشه در افغانستان، فوراً چون دعوت به طرف باطل زیاد شده زود میره که والا فلانی شخص، ذات فلانی شخص، فلانی قبر، فلانی بت، فلانی شخص، فلانی پیغمبر. اما رسول اکرم صلی الله علیه و آله وقتی که چی میکنن؟ وقتی که سوال میکنن، وسیله میسازه، اسالک، یعنی تو را من سوال میکنم چی است؟ به نامهای الله سبحانه و تعالی. این نامها چه قسم است؟ بعضی نامهایی است که در قرآن آمده، بعضی نامهایی است که در احادیث رسول الله صلی الله علیه و آله آمده، بعضی از نامهایی است که در کتابهای قدیمی و بر پیغمبرای سابقه و بر بعضی از ملائکه و بر ازا گفته شده، ما او را نمیفهمیم. و بعضی نامهای دیگه است که الله در علم غیب خود او را حفظ کرده، برای هیچ کس نگفته. پس رسول صلی الله علیه و آله میگه من پروردگارا با کل نامها از تو تقاضا میکنم. اون نامهایی که برای ما گفتی به او هم، اون نامهایی که به یکی از بنده ها دادی به او هم، و اون نامهایی که به علم غیب حفظ کردی به او هم، با کلش ما تو را دعا میکنیم که چی است؟ ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی، این که قرآن برای ما چی کنی؟ امو منبع قلب ما بگردانی که قلب ما امو عقیده خدا و اندیشه خدا و فهم خدا از قرآن عظیم شان بگیرن. و نور صدری، و بر سینه ما یک نور ضرورت است. پس رسول اکرم صلی الله علیه و آله میگه که پروردگارا به این نام‌های تو را از تو تقاضا میکنم که قرآن عظیم شان نور سینه ما بگردانی. سبحان الله. نور صدری و جلاء حزنی و ذهاب همي. و این در سلسله صحیح حدیث شریف 198 است. پس دعاهای موحدین چی است؟ در دعاهای موحدین همیشه کلمه یا رحمان، یا رحیم، نامهای الله، اسمای الله، صفات الله، رب، ربنا، اللهم، کلش یا آمده، کلش می آمده. از این خاطر اینا دعاهای توحیدی است که بسیاری از دوستایی را جدول بندی کرده و گفته که را حفظ کنین. از این خاطر بعضی علما هستن که کل دعاهای قرآنی را حفظ دارن، کل دعاهایی که از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است این حفظ دارن. 24 ساعت تقسیم اوقات رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از پیشش که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چه وقت بعضی کسا فرق بین ذکر و دعا را نمیفهمن، بعضی اذکار است و بعضی از دعاها هست. مثلا وقتی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بعضی از تسبیحات است، ما بسیاری وقت سعی کنیم یک نفر تسبیح میگه در اونجا دعا میکنه، دست خدا بالا میکنه، بیچاره نمیفهمه. وقتی که نان خوردی بعد از نان خوردن شکر است، الحمدلله میگی. وقتی که الحمدلله میگی چی نیاز است که دست بالا بکنی؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و صحابه کرام نمیکردن. چرا؟ در وقتی که تو نان خوردی و دستایت هم چرک و چتل از این وقت چه قسم تو دستایت به بارگاه الله بلند میکنی؟ فقط شکر الله را با مو الفاظ مسنونه میکنی. اما وقتی که در تشناب میری میگی اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اینجا پناه جستن است به الله. اینجا دعا نیست که دان تشناب استاشه و دستای خدا به آسمان بالا بگیره که اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. از این خاطر وقتی کسایی که نمیفهم اکثرا مشکلشان با چی است؟ مشکل اکثرا امرای انسانای عالم با تقوا و با فهم پیدا نمیشه. چرا؟ او عالمی که تقوا داره و میفهمه او تحقیق میکنه. وقتی که تحقیق کرد مجرد که یک برش گفته میشه میگه آمنا و سلمنا. کل مشکل که پیدا میشه والا صاحب نظر من اینی گپ است. اون روز من کتابو میخواندم، سر بسیاری گپا رد میکرد، آیت رد میکرد، حدیث رد میکرد. من دیدم گفتم آیا این نفر که رد میکنه تو باش می کتابش بخونم که مثلا امی آیت با چی رد میکنه؟ با اقوال خود، با گپای خود، والا فلانی قصه اوتر است، والا فلانی حکایت اوتر است. این قصه از کجا شد؟ این حکایت از کجاست؟ یک آیت قرآن به اساس یک قصه دروغی رد میکنه. یک آیت قرآن، مثلا آیت قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه و آله بر ما و شما چی میگه؟ میگه که یک مسلمان باید چی داشته باشه؟ ستر عورت داشته باشه.
پس رسول اکرم صلی الله علیه و سلم عورتش ساتر بود، صحابه کرام عورتشان ساتر بود، لباس داشتن. یک نفر میگه که نه والا صاحب از این لباس داشتن پیغمبر کده و از این لباس داشتن صحابه کده، فلانی یک دوست خدا بود 40 سال در فلانی جای شیشته بود در سر یک سنگ لباس برهنه. عالمی دوست خدا کی بود؟ این دوست خدا بود، دشمن خدا بود، کدام شیطان بود، کدام خدا شرمانده بود، کدام به علم بود. حالا ما کل ازوره به اساس یک آیت قرآن. نه استاد شما اولیاء الله را دوست ندارید. آخر گفتم دوست عزیز، اولیاء الله را ما دوست داریم. در اصل اولیاء الله رسول الله صلی الله علیه و سلم است. حالا چطور تو یک ملنگ است، او ملنگا کلش روز ملنگ است، شو پلنگ. او ملنگ شو پلنگه که او لباس نداره و برهنه هست و عورت خدا بر کل زن و مرد نشان میده و در چاره سر یک سنگ شیشته. خب این باز تو تشبیه میکنی، این ولی خدا میگیری و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ولی خدا نمیگیری. و میگیم ولی خدا رسول الله صلی الله علیه و سلم است. صحابه کرام اولیاء الله بودن، تابعین اعظام اولیاء الله بودن، علمای مجتهد امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ولی از اولیاء الله بود، امام شافعی از اولیاء الله بود، امام مالک ابن انس از جمله اولیاء الله بود، امام حسن شیبانی که شاگرد امام صاحب ابو حنیفه رحمت الله علیه او از اولیاء الله بود. اونها رو کلش از صف اولیاء الله کشیده. کی رو آورده در اولیاء الله داخل میکنه؟ یک آدم چرسی و قمارباز و بوغایی و ددان شاهد شمشیر شیشتگی. اینی صاحب چی میشه؟ اونو که در شهدای سالین تمام روز بغل کوششته چرس میزنه، او ولی الله شد و رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابه کرام یا صاحب یادشان رفتن. این کار کی میکنه؟ شیطان میکنه. به خاطر چی؟ به خاطر ازی که عمل از او انسان شیطان صفته سند بر ازی قرار بده. بازی سند میگه که والا او برهنه بود، ما هم برهنه هستیم. او مثلا 40 سال او دیگه وقتی که حال شما قناعت حاصل بکنید، جوانان آدم برشان بگه که والا صاحب یک دوست خدا بود 40 سال در سر یک سنگ شیشته بود، هیچ کالا مالا نداشت، از همون دور وقتی که سیل میکردی مجبور چشمای و هیچ غسل هم نمیکرد، اوه گرگام زده بودش. اینا وقتی که بگه خو اینا یکی از اولیاء الله یک نفر قناعت کرد که والا یکی از دوستای خدا 40 سال برهنه بوده. پس این جوان میگه خیمه که دعوازی میرم خو یک نیکرک نازک دارم دیگه، چی پشت من ما کم گرفتن که باید نیکر تازانویت باشه و باید رانایت معلوم نشه. دوست خدا بیخی برهنه بود، ما حداقل یک نیکر دارم دیگه. ها یا کی خانم ها و مردایی که در کلاب های رقص و در نایت کلاب و دیسکو برهنه هستن و میگه خیلی وقتی که دوست خدا و قسم بود ما خب قدر دعای دوستی هم نکردیم دیگه. اینا گپ سر ازی است که این چی است؟ این عقیده باطل است و غلط است و علتش چی است؟ عدم فهم و جهل به دین است. از این خاطر اکثرا این سبب چی میشه؟ از این خاطر هر دعای پیغمبر که شما چیز میگه یک حافظ قرآن بخوایم قاری صاحب محترم تو بیای میگه همین کلمات ربنا در قرآن عظیم شان چند دفعه ذکر شده. وقتی که میگه یک حافظ قرآن فورا بر تو میگه مثلا 30-40 آیات است که کلش ربنا 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 ربی ربی و کل از تعلیم است که او مردم، یعنی یک درس برای ما شما میته که او مردم اگر میخواین موحد باشین در نقشه کی میتونی که موحد باشی؟ در نقشه که پیغمبرها رفتن. پس الفاظ پیغمبرها را برای ما یک یک نقل میکنن. یعنی برادر ما امیر چیزا آورده سبحان الله دعاهای موحدین مثلا اینجا کلش ذکر شده که بسم الله الرحمن الرحیم اول سوره فاتحه را در دعا آورده. پس چرا سوره فاتحه را نمیخوانیم؟ دعایی که الله برای ما یاد داده او خوب است و یا دعایی که یک انسان به سواد و به عقل بر ما داده کدامش؟ در او دعایی که الله بر ما داده و خود الله همون الفاظ را اختیار کرده که کاملا ادب با الله مراد میشه. الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. باز ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم و تب علینا انك انت التواب الرحیم. ربنا آتنا في الدنيا حسنه و في الاخره حسنه و قنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. امی دعاها را که با معنایش انسان بخونه ببینه که سبحان الله ای الله ذات است. واقعا ما شما کل ما گناهگار شرمنده روی سیاه هستیم، لکن خالق متعال رحمتش و مغفرتش و ای که ذات تواب است اینقدر ذات بزرگ است که بر ما نقاط ضعف ما را بیان میکنه. سعی که چه خوب دعا است. مثلا میگه که ربنا خودش یاد ما میته که بگو بندی من این قسم بگو بر ما دعا کو که ربنا ای پروردگار ما لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. پروردگارا مرا مؤاخذه نکو که اگر فراموش کردم یا غلطی کردم. انسان فراموش میکنه و غلطی میکنه
و گناه از پیشش میشه، لکن الله سبحانه و تعالی ذات است که ستر میکنه. اول گناه ما را ستر میکنه. والله اگر گناه های ما را برای شما افشا کنه، اگر یکیتان گپای ما را بشنوین، لکن الله ذات است که ستر میکنه گناه های ما را. خیر از بنده ما موقعی بر میتم. باز دعا را یاد ما میته که میگه پروردگارا مرا مؤاخذه نکو، سر ما غضبت عاجل نازل نکو وقتی که من اشتباه کردم، غلطی کردم. پروردگارا یاد میته ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. باز دعا میکنه پروردگارا او تکالیف و سختی هایی را که سر امت های قبلی آوردی او را سر ما نیار که ما بنده های عاجز هستیم، تحملش نداریم. یعنی ما را اتو امتحان قوی نکو مثل که دیگرها را اتو امتحان قوی گرفتی، یک دفعه در غضب الله نازل شدن. از این خاطر ما و شما به صدها امتهای قبلی یک اشتباه میکردن، غضب خدا سرشون فورا نازل میشد. یک شتر هم میوردن استاد میکرد، میبینیم شتر خداوند است، کس حق نداره دست بزنه. یک چند نفر پیدا میشد، همین شتر را ذبح میکردن، فورا غضب الله سرشون نازل میشد که شما نافرمانی کردید. اما ما و شما روزانه هر کدام ما چی میکردیم؟ یک روز در هندوستان رفتیم، یک عالم بسیار بزرگ بود. باز پیش از اینکه ما رفتیم کتم یک دو سه نفر اندیوالای ما بودن. باز ای چی هسته؟ این اندیوالای ما کتم کسایی که بودن یا تو آدمای متدین نبودن یا زیادتر میخواستن انتقادات منفی بکنن. والله یکیش سوال کرد، گفت که امی چرا سر ما رحمت خداوند نازل نمیشه؟ چرا ما در قدر مصیبت ها هستیم؟ و عالم هندی بسیار عالم بزرگ بود، در حالی که خودش عالم ساینس بود لکن در دین هم بسیار میفهمید. او برای ما گفت که بھائی صاحب نبی اکرم صلی الله علیه و سلم के ज़माने में अहद की जंग में ग़ज़वे अहद में 50 सहाबी ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक अमर को तोड़ना, اونا تقریبا اوها گرفتن उसने 50 सहाबी ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक अमर को तोड़ दिया. خب اینا الان میگن خب در اونجا چی شد؟ میگه اس زمانه می سعی که چه خوب درس میده. بعد میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم بھی موجود تھا غزوه احد में और کبار صحابه بھی موجود تھا. این تو یک درس داد که باور بکو. من گفتم کاش که ما تو یک ساینسدان میبودم، اما الله هم ساینسدان. والا چقدر خوب است. ما احسن الدین و الدنیا اذا اجتمع. چقدر خوب است که انسان هم دیندار باشه هم خوب در ساینس بفهمیم. استاد چیز من بسیاری وقتا که خوشم میاد این خوب ساینس هم میفهمم. استاد کوثر صاحب دین هم خوب میفهم. ما اجمله یعنی چیزی سوال میگه چقدر خوب است که دین و دنیا از او اردوش جمع شود، هم خوب ساینسدان باشی و هم خوب دیندار باشی. و اقبح الكفر والافلاس بالرجل، میگه چقدر زشت است که هم انسان اندو باشه و هم پکوره فروش. چقدر زیبا هست که هم انسان دیندار باشه هم ساینسدان. امی هندوستانی که بودی پروفسور هندوستانی ای برای ما تشریح کرده، شهر ممبئی ما رو میمان کرده بود و در میمانی خودش گفت که بسیار با بسیار هم متانت اگرچه یاتی یک نفر سوال اعتراضی بود که چرا رحمت خداوند سر ما نازل نمیشه، چرا خداوند آل ما را نمیبخشه، چرا خداوندی نمیکنه، یا چرا میگفتن. اگر انسان با ادب تو سوال میکنه که حکمت در چی است، چرا نمیگه. سکن دمی سوالم که است ببخشید صاحب امی حکمت در این چی است که امروز سر ما عذاب ها زیاد است و حکمت در این چی است که پیش در صف رسول اکرم چندین هزار ملک می آمدن و دفاع میکردن. این حالی میشه که تو سوال ادبی کنیم، لکن وقتی میگه چرا این قسم است یعنی قسم چرا جنگ است. لکن با وجود از این سوال کننده بسیار به ادبی سوال میکنن، لکن این عالم دانشمند ساینسدان و بسیار چیز با بسیار با ادبی برش میگه که بھائی صاحب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم के ज़माने में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ग़ज़वा उहद में थे और असहाब किराम किबार सहाबा सब थे वहाँ, लेकिन 50 सहाबी ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक अमर को तोड़ा और उसको किस قسم بوده شکستان؟ میگه اون هم اتوبانیت بد و غلطی و ناروایی نشکستانن، بلکه دیدن که مسلمان‌ها پیروز شدن، دیدن که مسلمان‌ها پیروز شدن و صحابه. لکن رسول اکرم صلی برشان یک جمله را گفته بود، رسول اکرم صلی برشان گفته بود که اگر ما کامیاب شدیم یا ناکام شدیم شما در جایتان باشین. اونا فقط در این لحظه‌ای که پیروز شدن گفتن خلاص دیگه معرکه خلاص شد، جنگ خلاص شد، به این خاطر پایین شدن. گفت سعی کنین که چی حالتی آمد که دندانهای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شکست، چی حالتی آمد که بسیاری از صحابه کرام به شهادت رسیدن و صف مسلمانان خوب وضعیت بسیار خراب شد.
اینا گفت که سعی در شکستاندن یک امر، او هم در آخرش گفت سر از او یک فتنه آمد، گفت این حال سر اوت یک امتحان آمد. شما خیلی چطور هستیم؟ ما و شما که هر روز به صدها سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چی میکنیم؟ شکستانده میریم. هر روز از این خوف که میخیزیم ایوازی بگیم الحمدلله الذی احیانا بعد ما ماتنا و الیه النشور، صدا میکنیم او مادر اولادا. سنت شکست. در خانه که داخل میشیم ایوازی به مادر اولادا، برای خواهر خود، برای دختر خود، برای همسر خود، برای مادر خود بگیم السلام علیکم و رحمت الله. همین صدای اول ما چی است؟ کجا هستی؟ گم شو. نان کجا هست؟ یعنی اول بس از این معلوم میشه. اینا فکر کنین که ما و شما اونا یک امر پیغمبر شکستاندن، او باز بر ما گفت ما و شما روزانه هزارو رسول اکرم نبی اکرم صلی الله علیه و के अवामिर को हम टोलते हैं और कहते हैं कि अल्लाह की रहमत हम पर आए कि باز رحمت الله سر ما بیاد. والا بسیار هم تو چیز کرد. باز دیگه سوالش کرد، گفت که یک سوال دیگه گفت خب بگو. اون بیچاره بسیار خوب سوالا رو تو جواب میده که دانم نفر یخ میکرد. گفت که همین دشمنای خدا چقدر موتر دارن، طیاره دارن، پیسه دارن، ما بیچاره رسایی که یک بایسیکل نداریم، مسلمانا بایسیکل ندارن. اون شوال گفت فی غلط است که شما میگین که مسلمانا ندارن. من گفت یک مسلمان هستم و در دبی در یک شرکت نفتی کار میکنم و این رفیق دیگه ما که در هندوستان است، گفت این مسلمان است لکن در شرکت انرژی اتمی هندوستان کار میکنه. ماش ما مثلا بیشتر از $10,000 است، ماش از هم بیشتر از $10,000 است و ما موتر که بیرون استاد شده، این موتر ما تقریبا $50,000 قیمت داره. اما دیگه اون دو اینجا بسیار زیاد هستن که در لبای سرک افتادن از گشنگی میمیرن. اول یک مقایسه غلط است، چون بسیاری از مسلمان‌ها هستن که خوب در زندگی و در علم و در دانش هم پیش هستن. گفتی یک طرف قضیه، لکن طرف قضیه دیگه گفتی است. گفت اگر گیریم یک مسلمان نداشت یا بیچاره غریب بود یا وضعیتش خراب بود، گفت مثلا شما در خانه‌تان یک دانه توتی چیز دارین، یک توتی دارین، بعد از توتی یگان تو تا یک نان میپرتین میخورن، لکن برای موش خوب هم تو یک توتا کیک میارن میمونین. هدفتان چی است که توتی رو فقط نان برش میتی، توتی خوشت میاد، لکن موش پیش روش کیک میمونی به خاطر که رو تلک گیر کنی. اما کیک سرش غم است. برای توتی باید کیک بدی، کیک ندادی، برای چی دادی؟ نان خالی دادی. برای چی دادی؟ کیک دادی. از این خاطر گفت خداوند متعال برای بنده های عاجز خود، برای بنده های مؤمن خود نان خشک میته به خاطر از اینکه در روز قیامت جنت بسیار خوب برش میته و او را دوست داره. اما برای دشمنای خود موتر 2010 میته لکن خوشش نداره. موشواره یک روز ببینه که همون دباین شراب خورده درای شمالی و موترش تکر کرده و ببینه که همون ججق بجق شده و پس آمده. پس از این خاطر داشتن موتر همیشه سبب سعادت و نیکبختی انسان ها نیست. خب قسم دوم دعاهای بدعتی هست که ایره مثلا بعضی کسا بدعت کردن و چیز که بدعت چی رو میگن شما فکرتون باشه. همیشه مشکل ما که بعضی کسایی که اصطلاحات اسلامی رو نمیفهمن و جر بحث میکنن و جنجال میکنن، مشکلش است که همین اصطلاح رو این نمیفهمن. دو اصطلاح چی میگم؟ مثلا بدعت چی هست؟ بعد از بدعت در دعا چی است؟ بدعت خودش چی است؟ بدعت در لغت به معنای نوآوری هست. نوآوری که مثلا شما یک چیزی را نو میارین. ما والا نوآوری کردیم، مسجد ما 10 متر طول و عرضش بود، ما اینو ساختیم 80 متر. این هم یک نوآوری شد. یک کسی یک طیاره ساخت، این هم یک نوآوری شد. یک کسی خانه خود 20 منزله ساخت، این هم یک نوآوری کرد. لکن از این خاطر بدعت در لغت در زبان عربی نوآوری را میگن. هر چیزی را که تو نوآوری کنی او را در عربی بدعت میگن. و از این خاطر یکی از صفات الله سبحانه و تعالی چی است؟ بدیع السماوات والارض، یعنی الله زمین و آسمانی که وجود نداشته چی کرد؟ نوآوری کرد و کل از اینا را آورد. این حال کل بدعت ها بد نیست، کل بدعت ها را یا نوآوری را آدم بد نمیگه، اما بدعت اصطلاحی که او را در شریعت بد میگن او چی هست؟ او بدعت اصطلاحی هست که در اصطلاح شریعت اسلامی بدعت در دین است. بدعت در دین چی معنی؟ یعنی که یک نفر در احکام دین، در قوانین دینی و در چیزی که مربوط عبادت میشه، در عقیده میشه، یک چیز را نو بیاره داخل بکنه. پس اینجا منحصر شد به امور دینی. بدعت اصطلاحی که در اصطلاح اسلام میگه کل بدعت ضلاله، اینی تمامی بدعت ها گمراهی است، او در مسائل دینی هست. این حال مثلا
اگر یک نفر در عقیده یک چیز نو زیاد میکنه این گمراه است. اگر در عبادت یک چیز را زیاد میکنه این گمراه است. اگر یک دعای نوی را که پیغمبر صلی الله علیه و سلم و صحابه کرام او قسم نکرده ای از دل خود یک دعای نوی را ایجاد میکنه، اینی بدعت است و این گمراهی است. پس بدعت در لغت به هر نوآوری گفته میشه. هر نوآوری را در زبان عربی این بدعت میگن، نوآوری میگن. از این خاطر اگر عرب ها مثلا عمر رضی الله عنه وقتی که نماز تراویح را خواند گفت نعمت البدعه هذه، گفت بسیار خوب نوآوری شد. یعنی آیا عمر رضی الله عنه تراویح را از دل خود جور کرد؟ نه خیر، تراویح رسول اکرم صلی الله علیه و آله خوانده بود، لکن باز رسول اکرم صلی الله علیه و آله به خاطر که سر مردم فرض نشد ترکش کرد. عمر رضی الله عنه صحابه دیگه میخواندن، عمر رضی الله عنه هم میخواند. عمر رضی الله عنه گفت که امیر منظم بین مردم فهمیدن، دین فهمیدن که فرض چی است، واجب چی است، کس غلط نمیکنه. پس آمدن منظم خواندن، گفتن حالا چقدر خوب شد، نعمت البدعه هذه. اینجا عمر رضی الله عنه کلمه بدعت برای بدعت لغوی که در عرب ها استعمال میکنن برای او استعمال کردن. اما بدعت های اصطلاحی که است که در دین نوآوری کنی، این چی است؟ این کل بدعت ضلاله. در چی؟ در امور دینی. متوجه این نقطه باشین. امور دینی چی است؟ عقیده هست. امور دینی چی است؟ عبادت است. امور دینی چی است؟ اخلاقیات است. اگر یک کس میخیزه میگه والا من براتون یک عقیده نو میسازم در بین دین، پس معلوم میشه اینجا مشکل چی است. چرا این بدعت ها گمراهی هست؟ این بدعت ها چرا گمراهی است؟ به خاطر از اینکه چوکات دین تکمیل شده. الیوم اکملت لکم دینکم. متوجه هستین؟ اینجا نگفته که ساینستان تکمیل شده، اینجا نگفته تکنولوژی تان تکمیل شده. مسائل ساینس، تکنولوژی، مسائل ریاضی، کیمیا، فیزیک، بیولوژی، جغرافیا، علوم که است مربوط به انسان هاست. پس انسان روز به روز ایره تحقیق میکنه و ایره پیشرفته شده میره. در اینجا دین ممانعت نداره. اما آیت قرآن گفته الیوم اکملت لکم چی؟ دینکم. که کلمه دین است. بعضی کسا رو باز ببینی برشان بگی که او برادر بدعت غلط است، من خیلی اسپیکر هستم کو. لاسپیکر در دین است. لاسپیکر یک وسیله صدا را بلند میکنه. این حال چیست؟ وی خطو که در پانتون درس میخوانی چطور است؟ این بدعت نیست؟ او برادر درس خواندن در پانتون که است ساختن صنف خود مربوط به دین نمیشه، مربوط به ساینس و تکنولوژی میشه. روز به روز وسایل چیز میده. این خود تعلق نداره. در احکام دین گفته. پس اینجا چی میگه که از این خاطر بدعت در دین به خاطر از این خراب است که چون دین تکمیل است. در زمان رسول الله اکرم صلی الله علیه و سلم دعاها تکمیل شد، عقاید تکمیل شد، عبادت ها تکمیل شد. پس تو دعای نمیره. از کجا وقتی که میری در بین دین داخل میکنی اینو میره چی میگن؟ بدعت و نوآوری میگن در مسائل دینی. مثلا دعاهای بدعتی چی است؟ دعاهای بدعتی است دعایی که در عصر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اصلا هیچ وجود نداشت، هیچ نبود. باز اینجا یک نفر آمده مثلا برای خود دعا جور کرده، مثلا میگه که یا رب توسلت الیک بحبیبک و رسولک. در کجا پیدا کردی که این دعا را؟ در کدام آیت است؟ در کدام حدیث است؟ نیست. این آیت حدیث نیست. این دعا را ما بسیار خوب است، من با رسول الله صلی الله علیه و محبت دارم. تو با رسول الله صلی الله علیه و محبت داری، محبت دروغی. چی معنی؟ معنیش است که این دعا را پیغمبر نکرده، این در دین بوده، پیغمبر دین ناقص بر ما آورده. خیلی یعنی بعضی اوقات دعاها چی است؟ دعاها مثل که مثلا یک استاد درس میته یک شاگرد میخیزه میگه استاد ببخشید والا یک موضوع یادت رفته بود، یک موضوع را فراموش کرده بودی. چی را فراموش کرده بودم؟ والا اینی گپ مانده بود از پیشت، من میخوام همین جمله که از پیش خود مانده رو تکمیل کنم. پس درس استاد حتما این نقص داشت، از این خاطر شاگرد محترمش خیز همین درس و این درس استاد ممکن است شما استاد است از پیش یک جمله، یک عبارت، یک مطلب میبره و او میگه استاد ولی این موضوع مانده بود ببخشید میره من میخوام تکمیل کنم. خانه تابات. اما ما تو چطور میتونیم که دینی را که رسول اکرم صلی الله علیه و آله آورده او را ناقص فکر بکنیم و بگیم پیغمبر نکرد، صحابه نکرد، حالا ما آمدیم این را تکمیل میکنیم. در مثال چیز یک دفعه در یک جای جنجال بود در بین بعضی از دوستا سر تجلیل از میلاد نبی صلی الله علیه و سلم. خب از دوستا پرسان شد که امی تجلیل از میلاد نبی را پیغمبر گفته که بکنین؟ نه نگفته. صحابه کرام کردن؟ ابوبکر صدیق تجلیل میکرد؟ نه نمیکرد. تابعین میکردن؟ نه نمیکردن. تابع تابعین؟ نه نمیکردن. در قرن هفتم در قرن هفتم است یا پنجم است در دولت فاطمی ها
وقتی که اهل سنت اهل تشیع دیدن که عاشورا را تجلیل میکنه، یا گفت ما چرا آرام بشینیم؟ بزید از وای چی رو جور کردن؟ تجلیل از میلاد جور کردن که ما باز تولد پیغمبر صلی الله علیه و تجلیل میکنیم، همون کارهایی که وا میکنن ما بزدشان میکنیم. اینال خیلی چرا اونا نکردن؟ آیا محبت موضوع از محبت صحابه کرام کده بیشتر است؟ پس وقتی که من تحقیق کردم که والا راستی میگه تو باش کالی کدام از جور میشه، پس آن دیدم که صحابه کرام هر روز با پیغمبر صلی الله علیه و زندگی میکردن. همین تجلیل چی نمیگن؟ یاد بوده میگن. چی نمیگن؟ یاد بود چه وقت میشه که یک نفر یاد فراموش شوه باز یک روز در طول سال باز به یادش بیایی، از اون خاطر رو یاد بود میکنی. اما یک نفر که هر روز پیغمبر خدا به یادش است، او چی نیاز داره به یاد بود پیغمبر صلی الله علیه و سلم؟ یک روز یک کسی مرا گفت استاد لطفاً از میلاد مخالفت نکنین. من گفتم چرا برادر عزیز؟ گفت به خاطر ازی که اگر شما از میلاد مخالفت میکنین باز پیغمبر فراموش مردم میشه، با اینکه یک روزی در سال یاد بود شود. من گفتم درست است، شما حق دارین این کارو بکنین ولی ما این حق نداریم. چرا شما این حق دارین و ما این حق نداریم؟ من گفتم به خاطر که شما 364 روز پیغمبر صلی الله علیه و فراموش کردین، حالا اگه یک روز یاد بود نشه بیخی چی میشه؟ یادتان میره. برای شما بسیار خوب است شما این کارو بکنین. برای ما چرا؟ چون ما هر روز وقتی که از خواب میخیزیم به یاد رسول الله صلی الله علیه و سلم از خواب میخیزیم. وقتی که به خواب میریم به یاد رسول الله صلی الله علیه و سلم به خواب میریم، سنت های پیغمبر رو تطبیق کرده باز خواب میکنیم. وقتی که نان میخوریم به یاد ماست که پیغمبر خواستن با کدام دست غذا میخورد، با چند انگشت خود غذا میخورد، چه قسم در آغاز غذا خوردن چی میگفت، آب که مینوشیدیم تو هر روز آب کرده دست چپت آب نوشیده میری و پیغمبر فراموش شده. اما من هیچ وقت با دست چپم آب نمینوشم، من هیچ وقت با دست چپم چای نمینوشم. از این خاطر می کسایی که شما میبینین که زیاد پس یاد بود میگردن، آب نوشیدنش سایکو، چای نوشیدنش سایکو. یک روز در خانه یک کس اومد 50 دفعه برش گفتم که دست راست، باز اول میگیره چای که دست راست میگیره، باز که چای مان باز دست چپ شروع میگه، باز برش میگم دست راست، باز پس میگه دل من کفان خدای چه قسم است. اونا باز که انشالله هست. واقعا دلیل از اونا برای خودشان موجه هست چون فراموششان میشه، اما برای ما نه، به خاطر از اینکه یک کسی که امت رسول الله اکرم صلی الله علیه و آله. از این خاطر بعضی از دعاهاست مثلا یک نفر میگه صلی علی سیدنا و مولانا محمد بقدر عظمت لا اله الا الله. از کجا کردی که بالای پیغمبر صلی الله علیه و آله 1000 درود بفرست به عزت لا اله الا الله؟ والله چقدر خوب دعا هست، لکن از کجا کردی؟ از کجا کردی؟ والله خوش ما مثلا امیر مجبور کردم. او برادر دین خود توقیفی هست. توقیفی چی معنی؟ یعنی توقف میکنی با آنچه که در قرآن عظیم و شان است و با آنچه که در احادیث رسول الله سنت صحیح رسول الله صلی الله علیه و است. بعضی بدعت ها هست، بدعت ها بازی تقسیم کردن در دعاها. بعضی بدعت هاست که اصلا وجود نداشتن، اصلا وجود نداشتن، بازی یک کس ساخته از دل خود و دو کلمات بسیار بی‌ادبی است. چرا ما حق نداریم که دعاهای نو بسازیم؟ چرا حق نداریم؟ امی حق به خاطر مشکلی است که ما بسیاری وقتا از پیش ما با احساسات ضعیف اشتباه دایی میشه که ما دعا را میسازیم دو لفظ دعا بی‌ادبی میباشه. و از این خاطر بعضی دعاها را شما بخوانین، همین معنای زیر تحلیل بکنین، ببینین که زیاد ادب کرده با یک شخص، ادب افراطی با یک مخلوق سبب چی میشه؟ سبب بی‌ادبی با خالق میشه. وقتی که مخلوق از زیاد برش بلند بردی مقام الوهیت برش میده. حالا مثلا بسیاری کسا میگن و صلی الله علی محمد صلی الله علیه و سلم، میگه که و نور عرشه، میگه پیغمبر نور چی است؟ نور چی است؟ یعنی معنای ازی که پیش از موجودیت پیغمبر صلی الله علیه و سلم نور عرش خداوند نور نداشت. و این بسیار خطرناک است. بسیار خطرناک است. ما بسیاری وقتا دعا رو میخوایم یگاری که ببین دعا یک وقت ما هم تو افس کرده بودیم دعا رو بی معنا هم تو گفتم میرفتیم و صلی الله علی محمد خیر خلقه و نور عرشه هم تو گفتم میرفتیم. یک روز مسائل کردم که خب یادتون بگم که محمد صلی الله علیه و مخلوق نیست، بلکه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این صاحب چی هست؟ این صفات خالقه داره. و یا رسول اکرم صلی الله علیه و قبل از عرش الهی این خلق شده، یا باید این قسم اینی اعتقادات افراطی رو بپذیریم، و یا این که بگیم که نه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مخلوق است و نور عرش الله سبحانه و تعالی عرشش نور داشته.
و نیازی به درست رسول اکرم صلی الله علیه و نور عالی و شخصیت عالی و همه چیز، لکن نمیتونه که نور عرش خداوند متعال باشه. این بعضی اوقات این تو دعاهایی است که بسیار به یک کس بی‌ادبی میشه. از این خاطر همین کسایی که در دعاها بی‌ادبی میکنن با پیغمبر سم بسیار توصیف میکنن. همین توصیف از حد کشیدن پیغمبر سبب چی میشه؟ سبب بی‌ادبی به خالق متعال میشه. از این خاطر رسول اکرم صلی الله علیه و برای ما شما یک درس بسیار خوبی داده در این راستا. برای ما گفت که لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم. رسول اکرم صلی الله علیه و بر امت خود درس داد، گفت شما مرا بسیار توصیف نکنین مثل که نصرانی ها عیسی ابن مریم بسیار توصیف کردن بالاخره به یک قدر رسیدن گفتن عیسی بچه خداست. شما این قسم نکنین، لکن چی بگین؟ باز رسول الله گفت بگین که بنده خداست و رسول خدا. از این خاطر در کلمه شهادت همین عبارت آمده که و اشهد ان محمدا عبده و رسول. به اساس چی؟ به اساس همین وصیت رسول الله صلی الله علیه و آله که باید پیغمبر از بندگی نکشین، پیغمبر از رسالت و پیغمبری نکشینش، نه ملائکه جورش کنین نه العیاذ بالله خدا جورش کنین، بنده هست. اشهد ان از این خاطر اگر یک مسلمان موحد به اینمی عقیده نداشته باشه که اشهد ان محمدن به عبد به بندگی پیغمبر سم و به رسالتش، این باز مسلمان موحد و یکتا پرست نیست. از این خاطر رسول اکرم سم کل درس‌ها رو بر ما دادن. این حاله بعضی بدعت‌های قسم هست، بعضی بدعت‌های دیگه بدعت‌های اضافی هست. بدعت اضافی در دعا چی است؟ که مثلا در اصل دعا مشروع هست. اصل دعا چی است؟ مشروع هست. چند تا کلمات دیگه در بین از دعا چی کردن؟ داخل کردن. مثلا وقتی که در حدیث میخوانی برات میگه که بعد از نماز سلام که در نماز فرض چی بگو؟ اللهم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. سه جمله کوتاه به خاطر اینکه کل گیری حفظ بکنه. میتونه یک آدم بی سواد هم حفظ بکنه، میتونه یک عالم بزرگ هم حفظ کنه. اللهم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. این صاحب در بین از صاحب یک 3 متر دیگه هم داخل کردن صاحب. اللهم انت السلام و منک السلام و الیک یرجع السلام و مچم چطور و مچم چنانی گپاره صاحب سال کنه یک وقتی که 3 متر است. نیت است. نیت نماز جنازه چه قسم است؟ از رسول اکرم صلی الله علیه و هیچ نیت نماز جنازه، نماز عید، هیچ از نمازها نیت لفظ نامده که پیغمبر هم گفته باشه که نیت کردم ادا سازم چطور که هیچ نیست. همینطور چه قسم بود؟ بسیار آسان بود. نیت چیست؟ در قلب است. وقتی که آمدید این نماز جنازه استاد شد در قلب چی است؟ که ما فعلا چی میکنم؟ نماز جنازه میخوانم. پشت کی میخوانم؟ تنها میخوانم یا پشت مولوی صاحب؟ خلاص قلبت است. از این خاطر در اصل صحابه کرام وقتی که این نفر در نماز جنازه کمی میرسید بدون از اینکه استاد شد الله اکبر می. در افغانستان چیه؟ نه صاحب باید نیت بگی. نیت کردم بخوانم. مثل چی وره؟ مثلا ما شما نیت داریم. کسی رو پرسان میکنه ببخشید بعد از در چی نیت داری؟ میگه والا من نیت دارم که برم میدان هوایی، در این دو سرکی میدان هوایی خبر هستم. این حال دیگه تو مجبور هستی اینجا بگی نیت کردم سوار شوم در یک موتر یا سوار شوم در موتورسیکل و یا نیت کردم اگر کدام من دیوال پیدا شد در موتورسیکلش سوار شوم باز از راه باز بروم به چیز سرای شمالی و از آنجا یک دو کیلو کچالویی بخرم و بعد از او سر موتورسیکل دوباره سوار شوم و بعد از او برم در راه سرک میدان. اینی نیت زبانی شد. کی میکنه نمیکنه؟ اینه. اینا اگه برای یک نفر بگه که صاحب نیت کو برم تو میدان هوایی و مجبور است که 15 دقیقه نیت چی کنه؟ جور کنه. اما اگه مجبوری بیادر چی نیت داری میری کتمه و میگه والا نیت ماست که تو برم بالا شد در موتورسیکل بریم بخیر خلاص زایده. نماز جنازه می نموترس وقتی که نماز جنازه رسیدی الله اکبر خلاص نیتت است که جنازه از میخوانی هیچ مشکل نیست. او یکی میگه بیادر چرا نماز جنازه رو نخوندی؟ والا استاد نیتش یاد نداشتم. سیست پس عوض به دین فایده شد و برای ضربه رسید نرسید. او دین آسانه برای چی ساختیم؟ سخت ساختیم. هم بدعت شد، هم ناروا شد، هم مخالف عمل پیغمبر شد، هم دین برای او سخت ساخته شد. از او خاطر در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و قسمی نبود که حالا چی است. حالا مثلا یک طفل است، یک روز در مسجد نماز پیش شدیم، نماز صبح مرا پیش کردن. در یک جای بودیم
من گفتم برادر والا من این نماز دادن نمیتونم، یک کمک حافظیم ضعیف است که می سوری که خوب یاد داشته باشم در این نماز که پیشم یک قسم سر فشار میکنه غلط نکنم، من کوشش میگی غلط نکنم، اونجا خوب غلط میکنی که همین شروع کردم. حالا یک نفر صاحب اومد که نیت کردم بخوانم 2 رکعت نماز فرض قطعی صبح خاص است برای خداوند، رو آوردم به طرف قبله. یکی میگه بعد او نشد، نیت کردم بخوانم 2 رکعت نماز فرض قطعی. با آخه السلام علیکم مردم گفت چیه پس مردم باش قطعی تا که خلاص شد قرات بر خلاص که من نماز دادن نمیتونم بدار ارمیال تو بخی یک نماز یک امامت قطعی بکو بخی ندانستم هر قدر بود دمینه من نماز کل فکر من بردی چی ضرور است چرا دین سر خود سخت ساختیم. از این خاطر دعاهایی است که بعضی از دعاهایی است که در او چی میگن اصل دعا مشروع هست لکن در او جملات چی رو زیاد داخل کردن. مثلا آذان شما سعی کنید دعای آذان با دعای مروج فرق داره، بعضی جملات اضافی رو چی کردن در او داخل کردن. اینی داخل کردن جملات اضافی در دعاها این چی ساخت از مشروعیت کشید بلکه چی ساخت در بدعت داخل کرد. و انسان مبتدی که است این خطرش در چی هسته؟ میگه این دعاهای اول میگه وقتی که دعاهای بدعتی کردی تو را به غرض مطلوب نمیرسانه. چرا دعا که است نفس تزکیه میکنه. کدام دعا؟ مثل این دعایی که گرفته که اگر این دعا را بخونی که ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین، این آیت قرآن تو را تزکیه میکنه. چطور تزکیه میکنه؟ سیکو وقتی که گفتیم ربنا آمنا بما انزلت در مقابل ر 10 ثواب گرفتیم، در مقابل ب 10 ثواب گرفتیم، در مقابل ب مشدد است باز 10 ثواب دیگه، باز در مقابل الف 10 ثواب دیگه. فکر کو اینمی یک دعا را که تو خواندی از آیت قرآن در بین ازی مثلا 500 حرف است، 500 از ضرب 10 کو چقدر ثواب برای تو میشه. اما یک دعای دیگه که تو میخیزی خوانده میری که اللهم صل علی صاحب التاج والمعراج والبراق والشتورکایی و اینا رو جور کردی در او صاحب نه دعا هست نه هیچ. چرا؟ به خاطر ازی که تو را تزکیه نفس نمیکنه. این دعایی که مسنونه هست در قرآن است و در سنت است چی میکنه؟ این قریب میسازه به پروردگارش. اما دعای بدعتی این مخلوق چی میکنه؟ دور میسازه از پروردگارش. دعای مسنونه انسان ارتباط میده قلبش به خالقش. دعای غیر مسنونه قلبش به کی ارتباط میده؟ به مخلوق. از این خاطر کسایی که بدعتکار است شما همیشه سعی کنین که عیسی پیش شاهد شمشیره رفت، ای شاهد شمشیره، ای تو شخص بزرگ هستی، ای فلانی هستی، یک بچکک بر ما بده، یک اولاد بر ما بده، رویم سیاه هست، تو رویدار هستی، تو فلانی هستی. قلب ازی به کی ارتباط گرفت؟ نه همین لحظه که همین گپا رو میزنه قلبش به خداوند زیاد ارتباط داره یا با شاهد شمشیره؟ متاسفانه با شاهد شمشیره. اما اگر یک نفر بیاید در مسجد شیشته و یا در بین خانه خود هست و وسجد الله گفتش که سجده کو و در وادی سجده به الله نزدیک میشی، این در حالت سجده میگه الهی سر من رحم بکو، اللهم اغفر لی، اللهم ارحمنی. دیگه قلبش به کی تعلق میگیره؟ متوجه هستین؟ از این خاطر میگه دعاهای بدعتی این نقص است. دوم نقص دیگه دعاهای بدعتی چی است که تفوت العبد الاجر العظیم، اما اجر بزرگی که در دعا هست این از پیش چی میره؟ عزیزش میره. سوم نقص چی است؟ عدم اجابت الادعیه المبتدعه، دعاهای بدعتی هیچ قبول نمیشه. چرا؟ دعا چی است؟ عبادت است نیست. شرط عبادت چی است؟ که به طریقی کی باشه؟ به طریقی رسول الله و این به طریقی خود کرد. از این خاطر این عبادت از این قبول. دعا چی است؟ دعا هم مثل نماز و عبادت است، باید به طریقی کی جواب؟ به طریقی رسول الله، به طریقی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. از این خاطر میگه کسایی که دعای بدعتی دارن هندوستای خدای ناراض. اون دوار صاحب صبحی که سائل کنی یک گلاسک شیر میگیرن، یک گلاس شیره از همین خانه خود صاحب پای لوچ صاحب حرکت میکنن. یک وقت ما خورد بودیم پدر کلان ما در مسجد جوی شیر بود، او نه در طرف آل که به نام نبوی هست، این طرف شاید شمشیر. پدر کلان ما در این مسجد امام بود، پهلوی از این مسجد همین در امثال است. اون دوار صاحب سائل میکردی که پیش از آذان صبح
یا صاحب گلاسک شیر در دستشان است، میآمدن پیش بگوان دیگه مرنگ مرنگ نانگ نانگ مرنگ 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 امترا گفته میرفتن این شیر بازم این جوی مینداختن. این جوی سفید شده بود، بازی جوی شیر میگفتن. چرا؟ شیرای اون دو با خدا زده. همین شیره که خودت بخو. در جوی مینداختن، شیرام از بین میرفت. از این خاطر میفهمیم دوست داری خدای. از این خاطر بعضی کساست کی گفتید که مثلا شامکی خفتن برو تا صبح در شهدای صالحین، در قبرستان که نماز میشه، در قبرستان که عبادت میشه. حتی من صبحکی میخوانم امی باز انشاءالله درسا بعدی میگه که حتی مکس کردن پیش قبر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم صحابه استاد نمیشدن. چی میکردن؟ اما تو که میامدن السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا ابوبکر صدیق، السلام علیک یا عمر الفاروق، تیر میشدن، نمیشیشتن. حتی میفتن شیشتن پیش اینمی قبر دمی زیارت پیغمبر شیشتن پیش دم قابل ازی اینمی رو میفتن بدعت و ناروا هست. چرا که صحابه کرام نکردن؟ چرا؟ به خاطر ازی که اگر تو در اونجا شیشتی تعلق قلبت به مخلوق میگیره. باید رو به طرف قبله در مسجد نبوی بشی، نماز بخوان، به طریق رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به هدف رسول الله صلی الله علیه و سلم خدا نزدیک بساز، محبت رسول الله بر تو پیدا میشه. به این شکل دیگه ادعای مبتدع است. کسی که به این عادت کرد چی میشه؟ خداوند برای توفیق نمیده و دعاش قبول هم نمیشه. و اگر کدام وقت کدام حادثه هم میشه، ایست که برای شیطان با وسوسه های شیطان میگه دعاهای بدعتی که است چی است؟ سبب از این میشه که به عوض طیب خبیث بدل کردی. هزارا آیت قرآن و هزارا حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و فراموش میکنه. مثلا در افغانستان چرا قبرها را زیاد پوش میکنیم و تکه زری میاریم؟ اینمی تکه زری را مجوسی‌ها میکردن قبلا. پدر کلانای ما شما که آتش پرست بدن. آتش پرستا چی میکردن؟ سر قبر خود یک چوب آویزان میکردن. آتش پرستا چی میکردن؟ وقتی که میمرد سر قبر یک تکه زری را میآوردن آویزان میکردن. این پوش هم چوب هم پوش میکردن. حالا ما این از کجا گرفتیم؟ برو قبرهای صحابه را سعی کن. در سر قبر کدام صحابی یک دانه طوق است؟ همین حاجی صاحب را پرسان کنیم، بگو حاجی صاحب دمی بقی رفتی؟ میگه رفتم. حاجی برای در بقی رفتی؟ در سر قبر کدام پیغمبر کدام طوق زری را دیدی؟ خلاص. حالا حاجی را پرسان که بگو رفتی اونجا نیست. آیا رتبه ما از رتبه و صحابه کرام که بلندتر است؟ اما ما چی هستیم؟ در افغانستان چرا شلا هستیم؟ قبر حضرت عثمان برو سیل کن، قبر بی بی فاطمه الزهرا را سیل کن. اونا تاریخ تغییر دادن، لیکن قبرشان بسیار مثل قبر یک مخلوق است. اما در اینجا صاحب دگان جای بیری در ترکیه رفتیم، یک دانه قبر صاحب دیدیم که مثلا 6 منزله 7 منزله جور کردن. یک قبر رو جور کردن، یک تکه ها و یک چیز. خدامون مرده شاید این مثل شتوکا کاره که دیگه کار باشه. این قبر نیست، یک کلانی است که تو سیل میکنه که تا ایران ماندیم. این حال مردم اگر قبر به شکل عادی خاک پر که باشه، باز بر از رکوع و سجده نمیکنن. مردم به چی رکوع و سجده میکنن؟ به می طلای ازی و به زینت های ازی و به دروازه لکس ازی و در دروازه خدا کشال کردن، بر از این چیز میشه. و دیگه چی است؟ انتشار دعاهای شرکی نمی است که مشابهت با دعاهای مشرکین داشته باشه. و دعاهای مشرکین است که وقتی برشان گفته میشه که شما خدا را میشناس عبادت میگه خی پیش بت‌ها چرا میرید؟ میگه فیا ما را به خدا قریب میسازه، ما میریم که یا دوستای خدا هستن. در آیت قرآن است که بت پرستا چی میگفتن؟ لیقربونا الی الله زلفا، ما پیش از اینا میریم که اینا ما را به خداوند قریب بسازه. و بسیاری از این دعاهای شرکی که در کلمات شرک است. یعنی چی است؟ دعای شرکی کدام دعا است که در او کلماتی باشه که صفات الله بر مخلوق داده شده باشه، نامهای الله بر مخلوق داده شده باشه، افعال الله را به مخلوق بدن. این دعاهای شرکی هست. مثلا خلق کننده زمین و آسمان الله هست، خلق کننده اولادها الله هست. مثلا الله برای یکی کسی در آیات قرآن میگه برای یکی بچه میته، برای یکی دختر میته، برای یکی بچه و دختر میته، برای یکی هیچ چیز نمیته. آل وقتی که انسان میره همین دعا را به یک مخلوق میکنه، صفت این افعال الله را برای مخلوق میته. از این خاطر دعاهای شرکی کدام دعا است که یا صفت الله برای مخلوق داده شود، یا نام از الله برای مخلوق داده شود، یا فعل از افعال الله بر مخلوق داده شود، یا عبادت از عبادتهای الله در مقابل مخلوق صورت بگیره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.